جان بذار جای جشن‌های قبلیت خوب بشه. همین هفته پیش حاشیه داشتی که آقا چرا فقط افراد کوتاه قامت تو اون بخش بودن، چرا فقط افراد دلگنده تو اون بخش بودن، چرا افراد داستاندار اونور بودن که ما فقط تونستیم به افراد کوتاه قامت بپردازیم. ببین چقدر حاشیه داشته مراسم و ما ستارالعیوب طور گذشتیم. کاری به این ندارم. حالا خیلی‌ها میگن که الان مثلا این یامال برنده توپ طلا نشد، این افراد کوتاه قامت دیگه کار بیکار شدن، این بنده خدا یه شب عیدشون همین تایم بود، توپ طلای تولد یامالی میرفتن یه پولی در میآوردن. الان شما خوشحالید؟ نه، چون دمبله توپ طلا برده فکر کنید مثلا جشن نمیگیره، این سری میره خونه میگیره میخوابه ها، توپ طلا رو میذاره میره میخوابه؟ نه، اونم جشن میگیره، اونم داستان های خواهد داشت. آقا خود شما توپ طلا ببرید جشن نمیگیرید؟ توپ طلا بگیرید جشن بگیرید توش تلویزیون میبینید؟ میگم یعنی داستان نشه که ما هم اینجا اسیر نشیم، چون باور توش نشه اثر پروانه شما اونجا کاری میکنم ما اینجا اسیر میشیم. یه کوتاه قامت رو در برق زدن داستان ما اینجا بهمان. مرسی. به تشک بی میریم، جایی که ریاست تربیت بدنی طالبان گفته در ورزش‌هایی مثل بوکس و تکواندو به سر